یک موضوع خنده‌دار دیگه تو رژیم این بود که آخر سال چهره سال رو معرفی کردن، چهره سال از نظر آخوندها، که خب به نظرم به خوبی ضرب المثل بلدیک بلچقندر رو اثبات کرد. نمیشه در مورد رژیم گفت از کوزه همان برون تراوت که دروست، چون اصلا به کوزه و این چیزا نمیخوره. شاید بهتر باشه که در مورد رژیم بگیم از لجنزار آخوندی همین عنصر متعفنی بیرون میزنه که بیشترین سنخیت رو با ماهیت این لجنزار داره. چهره سالشون جنایتکار جنگی آدمکش بین‌المللی قاسم سلیمانی. اینو باور کنید که تو خود تیوی ریش اعلام کردند و گفتند. مهمترین دلیل توجه به نظرسنجی‌های آنلاین سرعت و راحتی دسترسی به اونهاست. با همه این صحبت‌ها جذابیت خاصی اطراف نظرسنجی‌های آنلاین آخر سالیه. فارغ از اینکه هر کاربر با نوع نگاه و سلیقه و منطق خود به چه کسی رأی بده و سایت و رسانه مربوطه به کجا وابستگی داشته باشه. امسال البته نتیجه بیشتر نظرسنجی‌ها چهره سال 93 رو کسی معرفی کرده که با فاصله زیادی از چهره‌های دیگه قاعده و قانون تمام دلبستگی‌های جناحی رو به هم ریخته. این رو حتی از صفحه‌های مختلف فضای مجازی هم میشه دریافت. وقتی پای سردار میدان‌های جنگ و جهاد حق علیه باطل به میان میاد. البته یک حرف درستم تو حرفاشون بود، اونم این که این جنایتکار نماینده فراجناحی آخونداست. یعنی همه جناح‌های این رژیم پلید در چنین عنصر جنایتکاری شریک هستند و سر و ته یک کرباسند.